اگر این آرایش رو یاد بگیری دیگه حتی برای عروسی رفتنم نیازی به آرایشگاه نداری. اگر سایه که میزنی خوب پشت پلکت نمیمونه یا چروک داری، میتونی از پرایمر چشم استفاده کنی که پیشنهاد من این ست مکه. برای زیرسازی سایه از کانسیلر پشت پلک هم میزنم و با بیوتی بلندر نمدار بلندش میکنم و با پودر فیکس خشکش میکنم. از یه سایه شاین و طلایی انتخاب میکنم. شما میتونید رنگ لباستون بزنید پشت پلکتون و گوشه داخلی چشمتون رو سفید شاینی بزنید. یه تیکش از با زاویه دلخواه گوشه خارجی چشمم میچسبونم و از پالت الف یه رنگ قهوه‌ای برمیدارم و گوشه خارجی چشمم تا بالای خط کریسش میزنم و اضافهش رو روی خط کریس چشمم به جلو میارم. حالا تیره ترین رنگ قهوه‌ایمو برمیدارم و نزدیک به بن مژه و این بار تا زیر خط کریس چشمم پخشش میکنم. از خط چشم کاسه‌ای مک با براش سرکج کوچیک برمیدارم و بن مژه‌ام و یکم هم گوشه خارجی چشمم میزنم. با سایه مشکی هم خشکش میکنم، هم یکم به سمت بالا فیدش میکنم. با بلندینگ براش که تراکم کمی داره سایه ها رو تو هم فید میکنم و مرز سایه ها رو از بین میبرم. قسمت جذابش کندن چسبه که تمیزی کارو میبینی. اگه رد انداخت میتونی با بیوتی بلندر ردش از بین ببری. با مداد مشکی لثه بالای چشممو تا جلو سیاه میکنم. از این ریمل بنفیت خوب به مژه ها میزنم و این مرحله کاملا سلیقه‌ایه. میتونید مثل من مژه بذارید که آرایش چشمتون رو خیلی جذاب تر میکنه. اینم نتیجه جذابش که میتونی آموزش این